الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و بینندگان محترم برنامه تجلی اخلاق اسلامی در قرآن. اگر با ما بوده باشید در حلقه گذشته، در قسمت گذشته اشاره کردیم به این که انسان دو موضوع مهم رو در بحث اخلاق باید مد نظر داشته باشه. اول اصلاح اخلاق و ارتباطش با خالق الله تعالی و دوم با مخلوقین، انسانها، موجودات و حتی جمادات. در این برنامه قصد داریم تا راجع به یکی از موضوعات مهمی که در بحث رابطه با الله تعالی، یکی از اخلاق مهمی، یکی از صفات اخلاقی مهمی که انسان در برابر الله تعالی باید رعایت بکنه، صحبت بکنه. اون صفت زیبایی است، صفت والایی است به نام تقوا. تقوا یکی از مهمترین صفاتی است که انسان باید در برابر الله متعال به اون توجه ویژه‌ای داشته باشه. به این صفت تقوا در لغت از کلمه اسم الاتقا گرفته شده که هر دوی این کلمات از کلمه وقا گرفته شدن. وقا معناش در لغت اینه که انسان از هر شی و چیزی که به اون ضرر میرسونه پرهیز بکنه. پرهیز از هر شی و چیزی که مضر و به انسان ضرر میرسونه، این معناش بقاست. در اصطلاح تقوا پرهیز از هر شی و هر چیزی که انسان رو به خشم خداوند میرسونه. پیدا کردن یک پوشش، یک سبب که انسان رو از خشم الله دور بداره، بین انسان و خشم الله مانعی ایجاد بکنه، پرهیز باشه از این جریان. و این چیزی نیست جز انجام عبادات و پرهیز از گناهان. کلمه تقوا بیش از 250 بار در قرآن کریم ذکر شده که نشانه اهمیت بسیار این موضوع نزد الله متعال. و یکی از زیباترین آیاتی که درباره تقوا سخن گفته شده درش آیه 26 سوره مبارکه اعراف: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ای فرزندان آدم، ای انسانها، ما برای شما لباس خلق کردیم، لباس فرستادیم برای شما تا عورتهای خود رو بپوشونید، تا معایب شما رو بپوشونه و باعث زینت شما باشه. لباس شبیه تقواست کارش. انسان رو میپوشونه، انسان رو محافظت میکنه، انسان رو نگه میداره از گرما، از سرما، از اینکه انسانها بر عیوب داخلی انسان، عیوب زیر لباس انسان مطلع بشن. در ادامه آیه الله تعالی میفرماید: و لباس التقوا ذلک خیر. اما بهترین لباس برای شما
که میتونه شما رو محافظت بکنه از همه چیز، از همه چیز در دنیا و آخرت. اون لباس تقواست، اون پیراهن تقواست، اون جامعه تقواست. تقوا، پرهیزکاری، بهترین پوششیه که میتونه انسان داشته باشه در دنیا و آخرت. تقوا، یا به تعبیری ساده تر پرهیزکاری، نزد الله انقدر ارزش داره که در آیه 13 سوره مبارکه حجرات الله تعالی میفرماید بهترین شما انسانها نزد الله با تقواترین شماست، پرهیزگارترین شماست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک مرد و از یک زن خلق کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، طائفه قرار دادیم برای که شناخته بشید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد الله با تقواترین شماست. در این آیه الله تعالی ملاک بهتری رو، معیار بهتر بودن رو تقوا قرار داده، پرهیزکاری. کسانی که در این صفت گوی سبقت رو ربودن نسبت به بقیه، اونها بهترینند. فرقی نمیکنه از چه جنس یا سن یا صنفی باشند، سیاه و سفید، عرب و عجم، پیر و جوان، مرد و زن. هر کسی که در این صفت، یعنی تقوا، پرهیزکاری، انجام عبادات، ترک محظورات، منهیات، اون چیزهایی که الله تعالی از اون منع کرده، بر بقیه پیشی گرفتن، سبقت گرفتن نزد الله، اونها بهترینن. متقین بهترین ها نزد الله هستند. و تقوا صفتی است که الله تعالی امتهای پیشین و آیندگان رو به اون وصیت کرده. در آیه 131 سوره مبارکه نساء الله تعالی می‌فرماید ولله ما فی السماوات والارض، هر آن چیزی که در آسمان هاست و در زمین از جانب الله هست، از الله هست، مالک اون الله هست. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، و امتهای قبل از شما، اهل کتابی که قبل از شما بودند، امتهایی که به اونها کتاب نازل شده بود، مسیحیان، یهودیان، مخاطبین زبور و صحف دیگر، به همه اونها الله سفارش فرمود ان اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، پرهیزکاری نسبت به الله، انجام عبادات الله، دستورات الله. این سفارش مهم، ان اتقوا الله و این تکفروا، اگر پشت کردید، اگر گوش نکردید این سفارش الله رو، فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله مالک آسمان و زمینه، از الله چیزی کم نمیشه، خودتون از دست دادید. این فرصت از شما گرفته شده، این نعمتها، این فواید عظیمی که تقوا در دنیا و آخرت داره. بله، در دنیا قبل از آخرت، نه تنها در آخرت، در دنیا صفاتی که نصیب متقین میشه، فوایدی که نصیب متقین میشه از خود شما فوت شده. و این تکفروا فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا، الله بی نیاز است، الله ستایش شده هست، نیازی نداره که شما الله را ستایش بکنید. شما نیاز به ستایش دارید، شما نیاز به تقوا دارید، شما نیاز به پرهیزگاری دارید، شما نیاز به اخلاص دارید، نیاز به عمل دارید، نیاز به دین دارید، نیاز به پاکسازی خودتون دارید تا درجات خود رو افزایش بدید. الله تعالی امتهای گذشته و این امت و آیندگان رو به تقوا سفارش فرموده، و بلکه سفارش تمام انبیا به امتهای خودشون، به اقوام خودشون تقوا بوده. الله تعالی در سوره مبارکه شعراء از آیات 162 به بعد وقتی راجع به قوم حضرت نوح علیه السلام صحبت می‌فرماید، این گونه بیان می‌دارند: اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. بیار اون لحظه ای رو، گرچه رسول الله صلی الله علیه و سلم ندید این صحنه ها را، اما الله تعالی وقتی بیان می‌فرمایند قطعا این اتفاق افتاده، اینها داستان نیست، اینها واقعیت هایی که در تاریخ بوده.
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ چرا پرهیزکاری پیشه نمی کنید؟ و درباره قوم عاد میفرماید اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، وقتی که برادرشون هود علیه السلام به اونها میگفت چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ و همچنین درباره قوم ثمود، قوم حضرت صالح علیه السلام میفرماید اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، وقتی به اونها صالح میگفت چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ چرا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ سفارش انبیا متوالی پشت سر هم. درباره قوم لوط علیه السلام میفرماید اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، وقتی که قوم لوط رو حضرت لوط علیه السلام خطاب قرار میداد ای قوم من، ای مخاطبین من، چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ چرا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ و درباره قوم مدین، قوم شعیب علیه السلام فرمود اذ قال لهم شعیب الا تتقون، حضرت شعیب اونها میفرمود چرا تقوا و پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ حتی ابراهیم خلیل الله، بزرگترین بتشکن تاریخ، علیه السلام میفرمود ان اتقوا الله، ان اعبدوا الله واتقوه، الله رو بپرستید و تقوای الله رو پیشه بکنید. تقوا بزرگترین هدفی است که در دنیا وجود داره. تقوا هدف آفرینش کل عالمه. چرا؟ الله آسمان و زمین رو آفرید برای انسان. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، تمام اون چیزی که در زمین هست برای شما آفریده شده. و هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، و او کسی است که ستارگان و آسمان رو برای شما آفریده تا از اون استفاده بکنید، از اونها استفاده بکنید در تاریکی های شب، برای راهنمایی، برای یافتن راه، نقشه‌ای برای خودش، ستارگان آسمان. اما وقتی انسان رو آفرید و آسمان ها و زمین رو به خاطر انسان آفریده، خود این انسان به خاطر چی خلق شد؟ در سوره مبارکه زاریات آیه 56 میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آسمان و زمین و آنچه در آسمان و زمین به خاطر انسان ها و جنیات خلق شدند. اما من الله جنیات و انسان ها رو خلق کردم به خاطر عبادت خودم، به خاطر عبادت خودم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و هدف از عبادت چیست؟ در سوره مبارکه بقره آیه 21 میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون. ای انسان ها، پروردگار خود رو عبادت کنید، بپرستید با توحید. حضرت عبدالله بن عباس میفرماید اعبدوا الله ای وحد الله، موحد باشید، با اعتقاد درست الله را عبادت بکنید. چرا؟ لعلکم تتقون، باشد که به تقوا برسید. تقوا مهمترین هدف خلقته. تمام عالم خلق شده برای این که انسانها و جنیات به تقوا برسند، به این صفت مهم برسند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب و یاران خود رو به تقوا دعوت می‌فرمود، همان گونه که آیات زیادی از قرآن مجید رو وقتی به یاران خود تلاوت می‌فرمود دعوت به تقوا بود. من جمله از این آیات آیه 102 سوره مبارکه آل عمران هست که در اکثر خطبه ها رسول الله صلی الله علیه و سلم اون رو تلاوت می‌فرمود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، الله رو پرهیزکاری کنید، نسبت به الله پرهیزکاری داشته باشید، تقوای الله رو داشته باشید، آن گونه‌ای که شایسته تقوا است، آن گونه‌ای که حق تقوا است.
و نمیرید مگر با اسلام. ما نمیدونیم کی میمیریم. این خودش اشاره به اینه که همیشه شما مواظب باشید، چون نمیدونید مرگ شما کیه. مواظب باشید، تقوا رو اون گونه‌ای که شایسته اونه، حق تقواست، رعایت کنید. اما حق تقوا چیست؟ با ما باشید، بعد از میان برنامه‌ای درباره حق تقوا سخن خواهیم با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان گرانقدر. قبل از میان برنامه اشاره کردیم به آیه 102 سوره مبارکه آل عمران که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بسیاری از خطبه ها با این آیه شروع می‌فرمودند خطبه خود را. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا پیشه کنید، اون گونه‌ای که شایسته تقواست، آن گونه‌ای که حق تقواست. حق تقوا چیه؟ حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه درباره این آیه و حق تقوا می‌فرماید حق تقوا اینه که 3 شرط رو شما رعایت بکنید. اول اینکه الله اطاعت بشه و معصیت نشه. دوم، الله یاد بشه، فراموش نشه. ان یذکر فلا ینسی. و سوم، الله تعالی مورد تقدیر قرار بگیره، مورد شکر قرار بگیره و کفران نعمت نشه، نادیده گرفته نشه نعمتهای الله. ان یشکر ولا یکفر. صفت اول که این 3 صفت صفات متقین هم هستن. یکی از این صفات الله رو اطاعت بکنه. انسان باید الله رو، دستورات الله رو، قوانین الله رو رعایت بکنه و نادیده نگیره. یکی از اخلاقهای مهمی که انسان باید داشته باشه، یکی از صفات مهم اخلاقی که انسان باید بهش مزین بشه، همین مسئله است. اگر ما در مقابل پدر و مادر، اگر ما در مقابل دوست و آشنا، اگر ما در مقابل همسر، اگر ما در مقابل با جامعه خودمون یک سری وظایفی داریم که باید به اونها رسیدگی بکنیم و اگر رسیدگی نکنیم و کوتاهی بکنیم، ما متهم میشیم به بد اخلاقی، متهم میشیم به عدم رعایت اخلاق سالم و درست. چرا فراموش کردیم که الله مالک ما، خالق ما، که بیش از هر کس دیگری بر ما حق داره، حق و حقوقش رو رعایت بکنیم. چرا فراموش کردیم و نادیده گرفتیم اخلاق و رفتار خود رو با مالک خود، با الله تعالی، با کسی که اختیار عالم به دست اوست. باید الله تعالی اطاعت بشه در تمامی اون چیزی که به ما رسیده از طریق آیات قرآن و از مجرای رسول الله صلی الله علیه و سلم. تمام اونها باید اطاعت بشه. باید الله یاد بشه. ان یذکر فلا ینسی. ما همیشه باید بیاد الله باشیم، محبت الله در دل ما باشه. این به این معنا نیست که ما همیشه شروع بکنیم فقط نشسته باشیم نماز بخونیم یا تلاوت بکنیم. هر کاری رو که ما به خاطر رضای الله انجام بدیم، هر عملی که طبق دستور الله باشه، اون برای ما عبادته، اون یاد الله است. ولو اینکه اون عمل غذا خوردن باشه، ولو اینکه اون عمل دفع قضای شهوت باشه با همسر. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و فی بضع عهدکم صدقه، وقتی قضای شهوت میکنید پیش همسر خود، این هم عبادتی است. گفتن یا رسول الله، این که ما به خاطر خاموش کردن شهوت خود این کار را انجام میدیم. حضرت فرمود آیا اگر این کار در مسیر نادرست استفاده میشد، این مسیر نادرست باز میشد، شما گناهکار نمیشدید؟ عرض کردن بلی یا رسول الله. فرمود حالا که در مسیر درست استفاده میکنید، این عبادته، این خودش یاد الله. 100 تا
تمام اون چیزهایی که در ذره ذره زندگی ما اتفاق میفته میتونه که عبادت باشه، میتونه یاد الله در اون باشه، به شرط اینکه ما دلمون با یار باشه و دستمون با کار. و شرط سوم بسیار مختصر و گذرا مرور میکنم که بحثمون مطول هست و زیاد. شرط سوم این که الله تعالی مورد تشکر و قدردانی قرار بگیره. مگر غیر از اینه وقتی کسی ما نیکی میکنه ازش تشکر میکنیم، وقتی کسی ما محبت میکنه، وقتی کسی ما یک لیوان آب میده ما ازش تشکر میکنیم، وقتی کسی ما رو با وسیله سواری خودش تا یک جایی میرسونه ازش تشکر میکنیم، وقتی کسی ما رو در یک راهی راهنمایی میکنه ازش تشکر میکنیم، وقتی که انسان مصلحی، انسان خیرخواهی، انسان خیری چاهی رو در مسیر راه ما میبینه به ما تذکر میده ما ازش تشکر میکنیم. چرا این صفت اخلاقی رو نسبت به الله که ولی نعمت ماست و ما بکن من نعمت فمن الله، تمام اون چیز نعمت هایی که در اختیار ماست، از وجود سالم ما، از خانواده ما، از والدین ما، از همسر ما، از فرزندان ما، از دوستان و خواهران و برادران ما، تمام نعمت هایی که خدا به ما داده، نعمت عقل، نعمت سلامتی، نعمت دین، تمام اینها از الله است. چرا نباید تشکر بشه؟ اما صفات دیگری که متقین دارند خیلی مهمه. وقتی که تمام عالم خلق شدن به خاطر تقوا، وقتی که متقین بهترین ها در عالم هستند و انشالله اشاره خواهیم کرد در جلسه بعدی به فواید تقوا، به اون دستاوردهایی که پرهیزکاری در دنیا قبل از آخرت داره برای انسان. وقتی این حق مهمه، این صفات چی هن؟ تا خودمون رو مزین بکنیم، دست پیدا بکنیم به اونها. فقط مجبورم گذرا به چند آیه اشاره بکنم، انقدر زیاد این آیات که انسان واقعا متحیر میشه که از کدوم شروع بکنه، از کجا آغاز بکنه. ابتدای قرآن کریم سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب بدون هیچ شک و تردیدی درش نیست، هدایتگری است برای متقین. متقیان کیان؟ اهل تقوا، کسانی که این صفات در وجودشون است. الذين يؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، ایمان به نادیده ها دارن، ایمان به اللهی که ندیدنش اما در تمام عالم میتونن ببینن قدرتش رو. ایمان به بهشت، ایمان به جهنم، ایمان به قیامت، ایمان به زندگی رستاخیز بعد از این دنیا. و یقیمون الصلاة، نماز برپا می‌دارن. و مما رزقناهم ينفقون، انفاق میکنن، میبخشن. والذین یؤمنون بما انزل الیک، و آنچه قبل از تو نازل شده، کتاب‌های قبل، ادیان قبلی، پیامبران گذشته ایمان دارن. و ما انزل من قبلک، و ما آنچه بر تو نازل شده و بر گذشتگان، به هر دو ایمان دارن. و بالآخرة هم یوقنون، به آخرت، زندگی بعد از مرگ، یقین کامل دارن. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینها رستگار شدن، اینها به کامیابی رسیدن، اینها هدایت شدگانند. آیات 133 تا 136 سوره مبارکه آل عمران رو به صورت گذرا شما عزیزان اینها رو بیشتر بررسی بکنید، دقت بکنید. من در برنامه کم هست، فقط گذرا اشاره میکنم. آیات 132 تا 136 سوره مبارکه آل عمران، چقدر زیباست این آیات. و سارعوا الی مغفرة من ربکم، بشتابید به سوی بخشش الله، مغفرت، غفران، پاکی از جانب الله تعالی. پروردگار خود شماست، پروردگار شماست، غریبی نکنید. و جنت ارضها السماوات والارض، بهشتی که به اندازه پهناش به اندازه آسمان ها و زمینه، فاصله آسمان و زمین پهنای بهشت فقط. اعدت للمتقین، خدای این بهشت رو برای کی آماده کرده؟ برای متقین، کسانی که صفت تقوا رو در وجود خودشون آوردن، کسانی که لباس تقوا به تن کردن، کسانی که آمدن و پرهیزکاری کردن، اخلاق خودشون رو به الله خودشون درست کردن. خدای اینها کیان؟ الذين ينفقون في السراء، کسانی که در سختی ها انفاق میکنن، و ضراء، در گشایش و در تنگناها، در سختی ها، در همه حالات، چه نعمت داشته باشن چه نداشته باشن،
اگر مالشون کمتر شد انفاقشون تعطیل نمیشه. اگر لقمه دهن خودشون رو هم به بقیه بدن این کار رو میکنن. اگر یک روزی سفرهشون رنگین تر نبود بخیلی نمیکنن. والکاظمین الغیظ، صفت بعدی، خشم خودشون رو فرو میبرن، خشمگین میشن. هیچ جای قرآن الله تعالی نفرموده که خشم ندارن، بلکه خشم هست. خشم رو کنترل میکنن، در جایی که باید استفاده بشه استفاده میکنن. والعافین عن الناس، درگذر میشن از اشتباهات مردم. یکی از مهمترین مسائلی که در اخلاق ما باید رعایت بکنیم اینه که ما اون گونه‌ای رفتار بکنیم که دوست داریم با ما رفتار بشه. ما دوست داریم بقیه اشتباهات ما رو ببخشن، ما دوست داریم الله ما رو ببخشه. الا تحبون یغفر الله لكم، آیا دوست ندارید الله تعالی شما رو ببخشه؟ چرا؟ همه دوست داریم ما هم ببخشیم تا الله ما رو ببخشه. والله يحب المحسنین، الله نیکوکاران رو دوست داره. والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی که وقتی گناه بزرگی انجام بدن، وقتی گناه بزرگی رو مرتکب بشن، وقتی مرتکب فحشا بشن، یا الله، مگر متقین هم دچار فحشا میشن؟ مگر متقین هم گناه بزرگ انجام میدن، گناهان کبیره؟ بله. مگر شما نگفتین جلوتر که متقین کسانی هستند که بهترین ها هستند؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مگر شما نگفتین که الله آسمان و زمین رو خلق کرده به خاطر انسانها و جنیات، و انسانها و جنیات رو خلق کرده به خاطر عبادت، و عبادت وسیله برای تقوا، تمام عالم به خاطر تقواست و به خاطر متقین. متقین فحشا، گناه بزرگ. بله، انسان متقین هم دچار فحشا میشن، متقین هم پایشون میلغزه، دچار گناهان کبیره میشن. والذین اذا فعلوا فاحشه، قول خداست. خود الله تعالی که وقتی از متقین تعریف فرموده، خود الله تعالی فرموده متقین هم پای اونها میلغزه. اما فرق متقین با بقیه اینه، وقتی متقین در گودال و چاله گناه افتادن، لباسشون آلوده شد، لباس تقوا آلوده شد، این لباس رو با آب دیده میشورند، توبه میکنن، سریع بلند میشن، میستن، نمیمونن همونجا، سریع برمیخیزن. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا اینکه ظلم کردن به خودشون، بر نفسهای خودشون ظلم کردن، حقوق الله رو نادیده گرفتن، با این کار نفس خودشون رو در معرض خطر جهنم قرار دادن، در معرض خطرهایی که نافرمانی الله در پی داره قرار دادن، بلند میشن، ذکر الله رو یاد میکنن، سریع متوجه خطای خودشون میشن. فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن، طلب بخشش میکنن. ولم یصروا علی ما فعلوا و من یغفر الذنوب الا الله، بجز الله کی میبخشه گناهان رو؟ کیه که ببخشه جز الله گناهان ما رو؟ هیچ کسی نیست. کیه که ببخشه جز الله؟ میدونن که جز الله کسی دیگه ای نمیبخشه و میدونن که لا ملجأ من الله الا الیه، میدونن که بجز الله هیچ پناهگاه دیگه ای نیست در مقابل خود الله. از خشم الله به رحم الله، از غضب الله به مغفرت الله پناه میبرن. و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا، دوباره این راهی رو که رفتن دوباره نمیرن. میدونن که این راه یک بار لغزیدن، این راه رو، این اشتباهی رو که مرتکب شدن دوباره انجام نمیدن، در حالی که میدونند، یعنی دانسته انجام نمیدن، شاید ندانسته دوباره مرتکب خطا بشن. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات، اینها مغفرت از جانب خداست، بهشت خدا نصیب اینها است، تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، از زیر باغهای اون جویبارها را در جریان است. و نعم اجر العاملین، جاودانه در اون میمانند و چه پاداش خوبی است پاداش عمل کنندگان. صفات متقین، یکی از صفات دیگر رو هم به عنوان آخرین صفت، نمونه ای از صفات ذکر میشه. فقط همه اینها نیستن. الله تعالی در سوره مبارکه حج فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کسی که شعائر الله، مقدسات رو احترام بگذاره، این هم یکی از صفات متقینه. مکه، کعبه، صفا، مروه،
عرفات، منا، مزدلفه، اینها مشاعرن، اینها شعائر الله، مقدساتن. قرآن، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، اعمال، فرائض، اینها همه جزء شعائر الله هستند. احترام به اینها، رعایت اینها، مسخره نکردن اینها، توهین نکردن به اون کسانی که اینها رو انجام میدن، به نمازگزاران، به روزداران، نخندیدن به نمازگزار، مسخره نکردن روزگیر، روزدار، کسی که روزه گرفته، کسی رو که به حج رفته توهین نکردن به این معنا که اون رو مورد تمسخر قرار بدیم. گرچه توهین در همه امور مورد مذمت قرار میگیره، همه این امور انسان رو کمک میکنن در راه رسیدن به تقوا، در راه برسیدن مهمترین هدف خلقت عالم، تقوا، پرهیزکاری از الله تعالی است. وقت بنده رو به اتمام. امیدوارم در قسمت بعدی با ما باشید، با فواید تقوا در دنیا و آخرت. از اینکه با ما بودید نهایت سپاسگزاری و امتنان رو دارم. امیدوارم تا برنامه بعد الله تعالی ما رو از این صفت بی بهره ندارد و تغییری کرده باشیم در ابتدای برنامه بعد نسبت به آنچه فعلا هستیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.